یا من میخوام شما دقیقا احساس کنید که نبودن دولت ملی چی است. یعنی من همین گلستان سعدی یکی از زیباترین، یکی نه همین زیباترین اثری هنری و زبانی ما گلستان سعدی. یعنی یک مقدمه داره با نام دیباچه. من خواهش میکنم که بچه ها تا دیباچه را ازیاد کنن، ازیاد خواندن نه. همین دیباچه گلستان البته آخرش یک جای فاجعه‌ای دارد که وصف میکنه پادشاه زمانه. همین قطب زمان کهف امان وقتی که سر میشه ببینید همین وصفی که گلستان سعدی کرده است در وصف پادشاه از نظر هنری زبانی بی‌نظیر است. یگان کس مثل سعدی شاه وصف نکرده است. ولی همین کی رو وصف کرده است؟ یک امیر ولایتی فارس اتابک ابن زنگیه از ترکای فارس بوده، چون که دولت ملی نیست. همین بیتای مشهوری که شما میخونه خیال میکنید پند و نصیحت است، اصلا پند و نصیحت نیست. گفته است که پشت دوتای فلک راست شد از خرمی تا چطور فرزند زاد مادر ایام را. این بیت مشهور آخرش چی میگه؟ زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. حاضر ما در جنازه ها در مرده ها میخونیم یکی یکون گپی زور است که از عقیبش ذکر خیر زنده کند. این در وصف امیر اتابک ترک گفته است که همین گلستان قبول کن. خب این یکون پند و نصیحتی نیست. یا که هم بیت اعظم مشهوری که ما داریم میگیم گل خوشبوی در حمام روزه هست. رسید از دستی محبوب به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بویی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن ساعت یا بزرگ لحظه با گل نشستم کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من اما خاکم که هستم. این رو میگیم در صفت دوست گفته نه. این رو در دربار برای اتابک ترک گفته است که همین یک ساعت تو مرا قبول کردی من سعدی شدم. اتابک ابن سعدی گفته فامیلی ما به نام تو میگذارم مصلح‌الدین سعدی شیرازی. خب ببینید منظور این که همین بیتی که ما میگیم کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که از این مدحی همون شاه است. میگه که همنشینی با تو مرا بزرگ کرد وگرنه من هیچم. خب این معنی اساسیش. ما در ادبیات خوشبختانه چند معنیگی میتید ما گرفته در کودکای رو همچون درباره دوستی خوب میگیم که کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه اصلش بر وصف همون. من چی گفتم بدم ببینید همین خیل حوله زیبای زبان را برده به پای همین امیر ترک باید بریزه. این حالتی بی دولتی، حالتی که زبان صاحب ندارد، حالتی که زبان پشتیبانه ندارد. ولی امروز خوشبختانه این نیست. امروز ما یکی از نادر دولت‌هایی است که کمیته زبان دارد، یعنی وزارت زبان. مثلا ما میریم کوبا میگن که کوبا برای چی عجیبه؟ وزارت نیشکر دارد. هستم خیلی وزارت نیشکر. این ایران داره وزارت نفت، چون نفت اونجا مهم است. این ارژانتین چی داره؟ وزارت فوتبال، برای که در اونجا این مهم است. ما داریم وزارت زبان. جهانی و حیران میشن که چه دولت است که وزارت زبان دارد؟ یعنی کمیته زبانی وزارت است، رئیس کمیته زبان عضو حکومت است، بودجه دولتی است، کارمند است و کارمند دولتی حساب میشد. یعنی ما وزارت زبان داریم. تصور کن این برای جهانیان حتی حیرت آور است. میگه چه دولت است؟ چرا خیلی؟ چون که زبان این عامل اساسی هستی ما است.